سومین پرتاب اصلی پرتاب هامر یا چکشیه، بفرمایید. بله. پرتاب هامر اینم یه پرتاب مهمه، توی سبک‌های مختلف انجام میشه. توی سبک مخصوصا آلتیمیت، یه جایی که یه مدافع مستقیم رو به روتونه و خوب دفاع کرده از قد بلندم هست و سخت رد کردن ازش، شما میخواید دیسک یا پاس بدین به یارتون خوب دفاع شده، بله. چاره‌ای ندارین جز اینکه یه پرتابی انجام بدید که اینو ردش کنید. شما اگه تشریف بیارین، شما مهدیار برو بیا اینجا وایسا، الان دستاتو باز کن، بیا اینجا دفاع کن. شما دارید نمیذاریم تو آلتیمیت دفاعه. خب من نمیتونم رد کنم، اما میام دیگه آخرین چاره من پرتاب هامره، بهش میگم هامر. از بالای سرتون میزنه، دستت هم نمیرسه دیگه. خب اینجوری میداده بر همون پرتاب فورهند و شما انجام بدید، بیاد این زاویه برعکس دیسک میزنید به این شکل، عین همون فورهند طرز گرفتنش، اما برعکس. دیسک باز چرخش داره، اما مسیر پرواز دیسک قوسی میشه و برعکس. یارتون اونجا هست، اونم میتونه دریافت کنه. با این علاوه بر اینکه توی سبک‌های مختلفی استفاده میشه، باید بلد باشین. توی سبک دبل دیس، توی سبک گاتس و اینا هم استفاده میشه. پرتابای نمایشی هم میشه باشه انجام داد، مثل این پرتابی که من الان میدم. شما میخواین اون بشکه رو بزنید؟ پرتاب نه بزنم، نه بنداز توش. بله من یه دفعه توی حلقه بسکتبال یه دفعه خونه مادر بزرگم تونستم برای اولین و آخرین بار این کارو. سابقه هم داره حتی. الان من شب بندازم نره توی، اما سعی میکنم دقیق بندازم. یکم باید تمرین کنید. بله. با تمرین شما میتونید پرتابای دقیق هم انجام بدید. الان یه پرتاب هامره داخل بشکه انجام میدیم، نشد، اینم نشد، باید تمرین کنیم، بالاخره میندازیم. بله. بذار من این دو تا هم بندازم.